با سلام خدمت دوستان عزیز جپشیان. مقاله‌ای در مورد الیوت و یک بررسی سریع و اجمالی نظریات الیوت رو گذاشتم توی سایت که گفتم یک مقدارم در موردش توضیح بدم و بتونیم با هم یک درک بهتری رو از این قضیه داشته باشیم تا بعد از این بتونیم به ادامه مباحث بپردازیم. همونطور که توی سایت گفتم، موضوع موج و اصلا مبحث امواج یکی از بیسیک ترین و پایه ترین مباحث مارکت هستش که خب یه سری پیچیدگی هایی هم داره و برای افرادی که شاید تازه وارد مارکت بشن یک مقدار دیدن و فهم و درک این مسائل ساده نباشه. بنابراین ما خیلی کمتر توی سبک‌های مختلف در مورد امواج و اهمیت اونها میشنویم. خیلی کمتر تریدری رو ببینید که بخواد با الیوت مثلا ترید کنه. تریدر الیوت خیلی کم داریم. البته به این مفهوم نیست که سایر سبک‌ها خوب یا بد باشن یا دیدگاه ها، ولی همونطور که پرایس اکشن یکی از ملزومات ترید ما هستش، آگاهی از این نظریات امواج و دیدگاه‌های امواج و اینکه بتونیم درکی ازش داشته باشیم هم یکی از نیازهای یک تریدر هست که بتونه که کار درستی انجام بده. هرچند این نکته هم من باید ذکر کنم که سطح علمی که ما میخوایم به دست بیاریم به شدت ارتباط مستقیم پیدا میکنه با کاری که میخوایم توی مارکت انجام بدیم. بسیاری از ما ممکنه با یه سیستم وین ریت 1:2 با وین ریت حدوداً 50-60% کارمون را بیفته و اصلا دیگه نیازی به این مسائل نداشته باشیم. اما بخوایم در یک حیطه حرفه‌ای گام برداریم و وارد مسائل تخصصی بشیم، تمام این دانش‌ها، تمام این آگاهی‌ها برای ما لازم هست. حالا بدون اتلاف وقت بریم به موضوع خودمون بپردازیم و خب بس اصلا امواج رو با الیوت چون یک مبحث پایه و بیسیکی بود شروع کردم که یک دیدگاه کلی‌تر بهمون بده. بعد وارد خب مبحث خود ویو از نگاه ژاپنی شدم، برای اونم یه آیتم دیگه میسازیم و یه توضیحاتی میدیم. بعدش احتمالاً چون میخوام یک جنبندی کاملی از بحث ویو داشته باشم، یه سری هم به هارمونیک ها بزنیم، یه معرفی داشته باشیم از اون و در مرحله بعدم بریم یه مقدار عملیاتی کنیم، ببینیم از اینا چی میتونیم، چه ایده هایی میتونیم به دست بیاریم. یه نگاهی سریع داشته باشیم روی مباحثی که توی PDF مطرح شد. یه سری توضیحات در مورد الیوت و دیدگاهی که به مارکت داشته رو خب اینجا آوردم که میتونید بخونید. اصلی ترین مسائلی که باید نسبت بهش توجه داشته باشیم اینی که خب تقریبا حال الیوت بر این باور بود که بازارها نه به شکل تصادفی بلکه بر اساس ریتم روانشناسی جمعی حرکت میکنن. اصلا کل این نظریه موجی رو که توی مارکت، البته اول توی مارکت دید، بعد فکر کنم اومد و اینجوری صورتبندیش کرد و به نظم آوردش، اما به بیان ساده تر به این درک رسید که بازارها بی نظم نیستن بلکه یک سری ساختارها و نظمهایی رو دارن و این ساختارها هم به شکل چرخه‌ای رفت و برگشت امواج، یعنی به شکل یک سری ویف های منظم هست و بازار هم مثل یک موجود زنده میتونه رشد کنه، اصلاح کنه، استراحت کنه و حرکتش رو ادامه بده. الیوت نظریه 5 موج رو برای حرکات و روندها ارائه داد. اصل 5 موجی بسیار اصل ساده و سرراستی، یک مقدار تمرین میخواد و اینکه یک درک درستی ازش داشته باشیم. حداقل دیدن این 5 موج ها یک مقدار بعد از اینکه مسلط بشیم کار سختی نیست و میتونه خیلی بهمون توی دیدگاه اینکه کجا هستیم کمک کنه.
و بهمون به نفعی به یک سری دیدهای خوبی رو بده برای مثلا ایده هایی که داریم. اینجا من موج‌ها رو آوردم، خواص این امواج رو به تفکیک تقریبا تلاش کردم که ذکر بشه. یک سری قوانین خیلی ساده هم داره این امواج و دلایل و علل روانشناسی یا اتفاقاتی که تو مارکت رخ میده هم به راحتی بیان شده و ذکر شده. تقریبا نکته این نمونده که ذکر نشده باشه، اما یک خب مبحث پیچیده تری که تو بحث موج‌شماری پترن های الیوتی بهش برمیخوریم، دوباره همون بحث اسکیل، اندازه یا چه اون دیدگاه فرکتال بودن مارکته که کاملا توی الیوت لحاظ شده و هر خب ما از اول شروع دار و تا برگردم اونجا بحث فرکتالی بحثمون قاطی نشه، ما یه موج یک داریم که فاز آغازین روند ماست. یک موج دو داریم. خب اینجا انتظارات اکثریت ما معمولا از یک روند نزولی اومدیم. اینجا انتظارات اکثریت بر اینه که اینجا سیل زدن و روند عوض بشه. اینجا روند عوض نمیشه و از 50% و یا همون 61 که معروف ما برمیگرده. موج 3 رو اینجا خواهیم داشت در ادامه که بلندترین و قوی ترین موج ما هستش. موج 3 تا موج 4 یک موج اصلاحیه و در نهایت موج 5 که به موج احمق ها هم معروفه توی بازار، خصوصا بازارهای سهام، چون که اینجا مؤسسات بزرگ در آخر موج 3 خارج شدن همگیشون. یعنی اون سیو سودی که انجام شده از این دو باره شدن و توی 3 خارج شدن. توی این موج 4 اونهایی هستن که نوب تریدر ها یا افراد عادی که تازه مثلا این رو دیدن و بعد از یک اکشن شروع به ریاکشن دادن میکنن و کلا در زندگی هم ریاکشن نشون دادن یعنی یک عمل احساسی هم میشه گفت هست. معمولا دقت کنید ما وقتی واکنش های لحظه‌ای نشون میدیم همگیشون احساسی هن، مگر اینکه مثلا در سبکای رزمی میرن ماها سالها تمرین میکنن تا اینکه واکنششون بر اساس یک سری اصول و آموزش ها باشه و احساسشون بره کنار. اینجا هم همینه. این ریاکشنی که بعد از اون اکشن رخ میده یعنی موج 4 بعد از دیدن یک واکنش بسیار احساسی از طرف یک سری تریدرهای عادی است که فکر میکنن اوکی از اینجای که روند شروع شده، در صورتی که این روند موج 5 هست و آخرین فشاری که هست و معمولا ضعیفتر از موج 3 هست که خب نکته خیلی جالبیه، چرا این یک چیز خب نرمالی هست که باید ضعیفتر از موج 3 باشه و بعد از اونجا هم وارد یک مسیر اصلاح A, B و C میشیم. تمام اینها رو خیلی حالا ترتمیزتر و شکیلتر داخل PDF شرح داده شده مرحله به مرحله، خاصیت هر کدوم از این امواج، قوانینی که بین امواج برقرار هست که ما بتونیم شناسایی درستی داشته باشیم. اما مهمترین قانونش اینه که موج 3 باید قوی ترین و بلندترین موج باشه. خب دیگه چون گفتیم دیگه قوی ترین تریدرهای سازمانی، مؤسسات و هر کسی که فهم درستی از مارکت داشته باشه پولش رو سرمایه گذاری میکنه روی موج 2. اینها خیلی زودتر مطلع شدن به هر دلیلی، میتونه دلیل تکنیکال داشته باشه، فاندامنتال داشته باشه، مطلع شدن که این موج قبلی دیگه کارش تمام هست و میان با تاییدی که موج 1 میگیرن در موج 2 توی 50% یا 61.8% وارد میشن و موج 3 رو شکل میدن. پس خیلی طبیعی که از نظر حجم، قدرت و هر چی زاویه، هر چی که بگیم، قوی ترین موج ما موج 3 ما باشه. این یک قانونیه که برای شناسایی امواج به کار میاد. دومین قانون اینه که موج 4 دیگه نباید بیاد وارد محدوده موج 1 بشه. دیگه ما اصلا دوست نداریم که موج 4 اصلاحش بیاد خودش رو برسونه به اینجاها. این دیگه موج 4 نیست و
از نظر حجمی و اینکه حالا یه مقدار راجع بهش فکر کنید چرا اینجوری نباید باشه، چون ما میخوایم یک حرکت پنجم رو هم داشته باشیم و اگر این بخواد خودش رو بیاد برسونه و وارد محدوده موج یک ما بشه، یه جوری موج پنج ما رو داره بی‌معنی میکنه. و این هم قانون دوم بود و تقریبا همین دوتا قانون بسیار مهمی هن که بخوایم توی موج شماری ها دید بهتری داشته باشیم، باید از این دوتا به عنوان سرلوحه کارمون استفاده کنیم. حالا این نکته خیلی هم جالب که توی موج 3 هست، دقت کنیم میگه موج 1 اغلب بدون دلیل مشخصه و موج 2 هم که اصلاحی کاری نداریم باش. موج 3 قوی ترین بلندترین موج هست که همراه با اخبار و توجه بازار، یه خبری یا یه اتفاقی رخ میده که مارکت بهش واکنش نشون میده. این هم قابل توجه و جالب توجه هست. ببینید ما یه دونه موج 1 داشتیم و موج 2 داشتیم، اخبار توی موج 3 تازه داره به دست ما میرسه و این انفجار رخ میده. من یه مبحثی رو توی سایت مطرح کردم و یعنی یک صحبتی داشتیم با بچه‌ها در مورد استاپ هانتینگ ها یا مارکت میکر ها و سایر مسائل. این خیلی میتونه کمک کننده باشه برای تایید حرف من و جالب توجه که این خب مارکت میکر ها و عزیزانی که توی موج 1 و 2 قبل از اینکه خبر توی موج 3 بیاد چطور به این درک رسیدن که این روند تموم شده و ما شروع یک روند جدید رو خواهیم داشت. و خب اگه کسی این درک رو داشته باشه خیلی کار میتونه اینجا انجام بده و به نفع خودش خب بهره برداری هایی رو داشته باشه. به هر حال خب موج 4 که هم یک اصلاح سبک و اغلب پیچیده است. البته یه قانون کوچولو هم داریم، اگر موج 2 پیچیده بود موج 4 ساده میشه، اگر موج 4 من ساده بود موج یعنی برعکس دیگه. یکی از اینا میتونن پیچیده باشن چون جفتشون از نوع موج اصلاحی هستن، برای ما کارکشن هستن، بیشترین هماهنگی رو میشه گفت با هم دیگه میتونن داشته باشن. و بعد از اینکه یک پنج موج رو داشتیم، یک موج اصلاحی ABC ستایی رو خواهیم داشت که موج اولین فشار معکوس، موج B یک اصلاحه و موج C هم تکمیل اصلاحه. این ساختار پنج موجی رو میشه به شکل فرکتالی دید. یعنی چی؟ به سادگی موج یک ما خودش میتونه یک پنج موجی باشه و همینطوری ادامه پیدا کنه. دوباره موج 3 ما یه پنج موجیه، موج 2 ما یه سه موجیه، یک موج 4 باز یک سه موجی ABC اصلاحیه، موج 5 دوباره یک پنج موجی ایمپالسیو هست، ایمپالس و کارکتیو، عجیب CO هم شد. این موج 5 ما دوباره میتونه همون ساختار رو داخل خودش داشته باشه، 5 اصلاح 5 3 5 3 بیاد پایین و همینجوری این ساختار فرکتال ما تکرار بشه. البته توی مارکت همیشه به این ترتمیزی ها نیست، ولی این ساختارها رو کمی دقت کنیم میشه توی چارت ها به وضوح دید و منشأ بسیاری از سبک‌ها و دیدگاه ها هستن. همین خاصیت مارکت هستش که ما میایم از یه سری مسائل دید و امواج تایم بالا رو شناسایی میکنیم و میایم توی تایم های پایین تر اینها رو مورد استفاده قرار میدیم. از اون فهمی که از این موج داریم میایم توی تایم پایین تر استفاده میکنیم. خب روانشناسی این امواج رو هم که نوشیم چه اتفاقی میفته و مسئله از توی این امواج از چه قراری پیش میره. نکته جالب موج 3 که موج 4 رو هم به وجود میاره اینه که یک طمع و اعتماد بیش از حد شکل میگیره و خب اونایی که تونستن از موج 2 یا اواسط موج 3 وارد بشن در یک سود خیلی عالی هستن، سود شیرین و سریع. توی موج 4 این طمع ممکنه گیرشون بندازه و موج 5
خیلی بر وفق مراد این عزیزان پیش نره. در ساختارهای کارکشن موجهای ایمپالسیو 5 موجی که خیلی واضح و مشخص جریانشون و با این مقدار تمرین میتونیم دید خوبی ازشون به دست بیاریم. ولی خب اصل مشکلاتی و جایی که مشکل پیش میاد این امواج اصلاحی اینها که معمولا خیلی ساختارهای پیچیده و عجیب غریبی درونشون رخ میده. خب اگه سایت ها رو نگاه کرده باشیم ما انواع اقسام سایت های عجیب غریبی رو توی مارکت داریم. همین امر میتونه یک پیچیدگی توی بحث مد شماری رو برامون ایجاد کنه که من به شخص تلاش میکنم وارد این پیچیدگی اینها نشم، یعنی وارد جزئیات نشم و خیلی بهتره که خیلی کلی به این مسائل نگاه کنیم، به این اصلاح ها و بتونیم از نقاط مثبت هر سبکی بهره کافی ببریم. حالا توی این میریم روی چارت نشون خواهم داد که چطور بیخیال این اصلاح های پیچیده بشیم. البته اگر که بخواید برای اطلاعات بیشتر یا علاقه‌مند به این سبک باشید قطعا ایده بدی نیست، میتونید برید مطالعه کنید و مسائل بیشتری رو یاد بگیرید در این باب. یه سری مسائل دیگه هم هست که جاش نیست، چون من اینجا میخوام راجع به یک سری برسونم قضیه رو به یه سری جاهای دیگه تا بتونیم یک دید ترتمیزتری رو نسبت به مارکت داشته باشیم و کاری که انجام میدیم و مطمئن باشید که نظریه امواج خیلی خیلی میتونه برامون مفید و خوب باشه در دیدن مارکت. بریم روی چارت یک مثال هایی رو بررسی کنیم و ادامه بدیم. خب یه نگاهی بندازیم به چارت یورو ین ببینیم میتونیم یه چیزی ازش بکشیم بیرون یا یک موج شماری باش داشته باشیم یا نه. ببینیم بر اساس تعریفاتی که داشتم من همینجا آنن دارم ایده که میگیرم یه قانونی داشتیم گفتیم موج 3 بلندترین موجه و قدرتمندترین موج ما هستش. ابزار الیوت خودم رو بیرون بیارم و ابزار موج شماری خودمون رو، این میتونه موج 1 من باشه، این میتونه موج اصلاحی 2 من باشه، این میتونه موج 3 من باشه و من میتونم بعد از این یک اصلاح رو متصور باشم براش. اصلاح میتونه تا 50% این موج بیاد، میتونه تا سقف 2 بیاد. یک اصلاح رو متصور باشم و بعدش وارد موج 5 بشیم. یک نکته‌ای که توی پی دی اف نیومده من فراموش کردم فکر کنم بگم، اون هم نسبت‌های فیبوناچی و در اندازه‌گیری این امواج هستش که موج 3 تا کجا میتونه پیش بره، براش یه حمایت مقاومت از کجا گیر بیاریم. یکیش استفاده از این ابزار فیبوناچی ما هستش که اگر موج 1 رو اندازه بگیریم، موج 3 حدوداً میتونه تا خب من این ابزارم رو اشتباه انتخاب کردم، این برای اصلاحات ریترسمنت هستش و فیبایی که میخوایم اینه. خب از نقطه 1 و موج 1 رو یعنی در نظر میگیریم و اوکی. خب موج 3 من انتظاری که ازش دارم اینه که خودش رو بتونه تا اینجا برسونه تقریبا. انتظار ما معمولا این هست که موج 3 خودش رو تا 161.8% موج 1 برسونه و از اونجا ما انتظار یک موج اصلاحی رو خواهیم داشت. و خب با این ابزار ساده و اندازه‌گیری موج ها میتونیم خب به این فهم برسیم که موج 3 ما میتونه خودش رو تا اینجا برسونه، موج 4 ما میتونه یک بیاد اصلاحی رو بده تا این دور و بره ها و موج 5 مون هم دوباره میتونه شرایط مشابهی رو داشته باشه. و خب اگر با فیبوناچی آشنا باشید این 161.8 برای ما یک عدد مقدس محسوب میشه و
ام، بسیار خوب اهمیت داره توی تمام اندازه‌گیری هایی که داریم انجام میدیم. از بحث خیلی دور نشیم و برگردیم به بحث خودمون. پس خیلی ساده در یک نگاه من تونستم یک ایده خوبی رو در مورد این موج داشته باشم که چه اتفاقی براش میفته و حتی یک دید آینده نگرانه ای رو هم نسبت به آینده این موج به دست بیارم که در آینده میخواد چه اتفاقاتی براش رخ بده. ولی خب همونطور که میدونید مارکت هیچ وقت به این راحتی هم نیست و برای خودش برای تایید این قضیه که و این دیدگاهی که من الان دارم برای این موج باید یک سری کارهای دیگر رو هم انجام داد که خب علاقه‌مندان به الیوت میتونن برن و مطالعات بیشتری تو این هیته انجام بدن و از زمان و فکر کنم مبحث ما خارج میشه که چه جوری برای امواجمون حالا تایید بگیریم و حالا موضوع بحث ما قراره موضوع شیرین و جذاب دیگه‌ای باشه که آشنایی با امواج پیش نیاز اونه محسوب میشه. یک مثال دیگه میخوام بزنم در مورد امواج و با یک تیر دو نشون باشه. من همین موج رو میرم توی تایم فریم پایین تر که خب مبحثی که گفتیم این امواج خاصیت فرکتالی دارن و تو در تو هم میتونن شمارش بشن. شماری کنیم اینها رو هم اینجا نشون بدم. این شمارش میتونه حالا درست نباشه کاملا ولی صرفا میخوام فقط یک دید کلی بهتون بدم که چجوری داره این اتفاق رخ میده. ما این اگه دقت کنید گفتم این موج سه ما هستش، درسته؟ موج سه ما یک موج ایمپالسیو هست، پس خودش میتونه یک 5 موجی باشه، 5 موجی رو در این خودش شکل بده. بنابراین میایم و از اول این شاید بتونیم یک ایده های خوبی رو بگیریم که داره شمارش امواج ما به چه شکلی پیش میره. خود این 5 موجی باز موج 1، موج 2، موج 3. خب دوباره موج 1 من میتونه این باشه، این میتونه موج 2 باشه، موج 3 میتونه باشه، حالا موج 4 5 هم که بماند و دوباره داخل همین موج 1 من یک موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 رو دارم و در این موج اصلاحی من دوباره موج A، موج B و موج C رو دارم. این حالا اشتباه شد بازم، موج A، موج B و موج C رو دارم. این شد پس موج 1، موج 1، موج 2، موج 3. و اگر بخوایم این دید رو نگاه کنیم شمارش به این شکله که موج مثلا این 1 از 1، موج 2 از 1 و همینطوری موج 4 از 1 ادامه پیدا میکنه. گاهی امواج میتونن چندین لایه داخل هم قرار بگیرن و مثلا همین موج 3 ما گفتیم یک موج بزرگتر میتونه شامل، اگر خب این 1 من باشه و این 2 من باشه و این 3 من باشه، این مثال درستی نیست و نیاز به حالا یک سری اندازه‌گیری ها و بررسی های درستی داره. همینجور دارم دم دستی براتون یک سری مثال میارم برای درک بهتر این قضیه. این موج 3 که ما اینجا داریم میشه چی؟ میشه موج 3 از 3، یعنی یه 3 بزرگتر داریم، این 3 که داخلشه و قوی ترین موجی که بتونیم برای ترید به دست بیاریم و پیدا کنیم همین موج 3 از 3 ها هستن که قدرتمندترین امواجه و گرفتنشون هم سخت‌ترین کارها، جزو سخت‌ترین کارها هستش و کار هر کسی نیست بتونه اینا رو گیر بندازه و گیر انداختن این امواج هم موج‌های 3 و اینجور چیزها هم در بهترین حالت در موج 2 میتونه رخ بده، چون اونقدر که شتاب و سرعت سریع دارن که خیلی سخته که بخوایم وارد بشیم، بخوایم دست به جون بونیم و وارد موج 3 بشیم. میبینیم قیمت خودش رو به اینجا رسونده و دوباره در موج 4 خودش و توی موج 5 وارد میشیم که درگیر اصلاح‌های سنگین خواهیم شد.
مبحث الیوت همونطور که گفتم برای خودش یک سبک هستش، اما از اونجایی که دیدم عزیزان خب توجه زیادی نشون نمیدن به خیلی هم مسائل و خب جمعی که اینجا جمع شده جمع خوبی هست، گفتم که اینا رو معرفی کنم و نظرتون جلب بشه به این مسائل که حداقل داشتن این آگاهی ها میتونه خیلی کمکمون کنه توی درک خیلی از موارد و اتفاقایی که توی مارکت داره رخ میده. و یعنی این خودش برای خودش یک سبکی است و توی نیم ساعت یک ساعت توضیح دادنش خیلی نه کار درستی است نه اصلا شدنیه و اندازه بسیار زیاد تمرین میخواد. سخت‌ترین جایی که یک تریدر توی این سبک میتونه باهاش روبرو بشه همین شمارش های تو در تو است و اگر خب بتونه این شمارش ها رو درست انجام بده و مسلما براش اتفاقات خیلی خوبی میتونه رخ بده و امیدوارم که حالا که از این دیدگاه بتونید استفاده کافی رو ببرید. در آینده یک مقدار بر اساس این 5 موجی ها من یک سری ایده های دیگه هم دارم که با ایچیموکو میخوام ترکیبشون کنم و یک مسائل جالبی رو به دست بیاریم و ببینیم که به اونها هم خواهیم رسید به امید خدا. روی این 5 موجی ها نظر من بیشتر از این که وارد اصطلاحی ABC و اینا بشیم میتونن اینها خیلی پیچیده باشن. روی این 5 موجی ها شناخت این 5 موجی ها بتونید وقت بذاریم بسیار عالیه. ببینید این مثلا وقتی میگم این خب امواج اصطلاحی بسیار پیچیده میتونن باشن، اینجا همش شده که امواج اصطلاحی و موج شماری اینها واقعا کار سختیه، هرچند که اینجا هم خیلی به وضوح مشخص هستش که A, B, C و این C دوباره خودش یک 5 موجیه. این رو حالا دریایی از اصلا نکات هست. سبک من خیلی پیگیر شدم که این سبک نوویو رو درکش کنم، واقعا اونقدر که قانون و قاعده و مسائل زیادی داشت 2-3 بار فکر کنم 4 بار خواستم این کار رو انجام بدم بیخیال شدم. و به هر حال امواج ایمپالسیو خیلی ساده تر قابل شناسایی هستن. میتونیم بگیم مثلا موج 1، 2، موج 3، موج 4 و موج 5 بر اساس 2 تا 3 تا قانون ساده داره که خیلی ساده میتونیم اینا رو درکشون کنیم که یک موج ایمپالسیو دارم ندارم، قبلش بوده بعدش بوده. اینها راهنمای ما توی مارکت هستن و مسیرها و گام‌هامون رو برامون آشکارتر میکنن. امیدوارم استفاده کرده باشین. 1-2 تا آیتم دیگه هم باید بسازم و تایم این هم زیاد نشه. در صورتی که علاقه‌مند باشین آموزش‌های بسیار زیادی وجود داره توی این هیته که رایگان هم هستن و میتونید از اونها برای یک درک بهتر استفاده کنید. با تشکر.